نازایی، چرا این انگ نازایی رو راحت به خودتون میزنید؟ عزیزان من، نازایی تعریف داره طبق تکست ها و کتاب ها به انجام و اقدام به بارداری در طی 1 سال به طور منظم و بدون هیچ بیماری زمینه ای و بدون پروتکشن و محافظت و باردار نشدن نازایی گفته میشه. در واقع نازایی میتونه علتهای مختلفی داشته باشه. علت زنانه، علت مردانه، فیمیل فاکتور، میل فاکتور. فیمیل فاکتور در واقع هم بستگی به تخمک و تخمک گذاری داره و هم راههای پسیج یا گذر اسپرم از جمله دهانه رحم، خود رحم که دچار سپتیت یا دیواره باشه یا نه و یا دیواره سالمی داشته باشه یا نه و مهمتر از اون لوله های رحمی که باز باشن. چک باز بودن این پسیج در واقع با انجام هیستروسالپنگوگرافی یا عکس رنگی رحم مقدور میشه و همچنین باید ثابت کنیم که بیمار تخمک گذاری درستی داره، یعنی در روز 14 سیکل در واقع تخمک گذاری انجام میشه. در مورد میل فاکتور حتما باید یک مشاوره بسیار درست گرفته بشه، یک شرح حال بسیار درست و در واقع بررسی آنالیز سمن آنالایز کاملا دقیق انجام بشه. در مورد اختلالاتی که در سمن آنالایز ممکنه دیده بشه، ممکنه که در واقع بر اساس کاهش سرعت اسپرم ها و یا اختلال مورفولوژیشون بتونیم با سونوگرافی انجام سونوگرافی کالر داپلر آقایون به واریکوسل پی ببریم و درمانهای واریکوسل میتونه نوید دهنده این باشه که اون آقا درمان شده باشه و یک سمن آنالایز بسیار نرمال داشته باشه. در بررسی و درمان نازایی بستگی به مشکلی که بیمار خانم یا آقا داره پلن درمانی چیده میشه و اون مشکل هورمونی یا تخمک گذاری و یا ساختار رحمی، لوله ها و یا اندومتریوز بررسی و درمان جراحی لازم صورت میگیره. اما وقتی که در واقع آزواسپرمیا یا اسپرم سفت داریم و یا لوله های رحمی کاملا بسته هستند و به درمان باز شدن جراحی جواب نمیدن و یا ذخیره تخمدانی سفت و پایینی داریم، روش های کمک باروری به کمکمون میاد، از جمله IVF که در مراکز نازایی قابل انجام هستش و با انجام در واقع PDG یا تست اون جنین 16 سلولی مورولایی به راحتی میتونن حتی تعیین جنسیت باروری هم صورت بگیره. حتی در مواردی که خانم به دلیل بیماری مثلا باعث شده که هیسترکتومی بشه یا رحمش رو از دست بده، از رحم اجاره‌ای میشه استفاده بشه و یا در مواردی که تخمک اهدایی و یا اسپرم اهدایی لازم هستش میتونه که توسط مراجعه به مراکز نازایی و کمک از بانک‌های اسپرم و تخمک این مهم انجام بشه. پس نگران نازایی نباشید، اینقدر استرس و ناراحتی به خودتون راه ندید، علم پیشرفت کرده.